وقتتون بخیر، وقتتون بخیر. سال نوتون مبارک، سال نوتون مبارک باشه. یه سوال ازتون دارم. خواهش می‌کنم. زنده باشید. حالا اجازه بدید من یه به نظر شما ما مشکلات زیاد داریم، این همه میدونن، مشکلات اقتصادی وجود داره، گرونی که همه هست. با این وجود میخوام بدونم که آمریکا تونسته تو این چند سال ملت بزرگ ایرانو به زانو در بیاره یا نه؟ نه خیر، آمریکا هیچ غلط نمیتونه بکنه. میدونی چرا آمریکا ما الان خودشفا شدیم، چند تا دانشمندای ما را ترور کردن واسه چی؟ به خاطر اینکه میخوایم رو پای خودمون وایسیم. احسن. درسته یا نه؟ اینا همه این گیرانیه تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا. به خاطر اینکه ما خودکفا شدیم. این گیرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل. اون